به نظرتون من اگه پدر می شدم این قوانینای من بود. 2 ساعت 2 شب هر کاری خواستی بکن، سر تو گوشی باشه، هیچ که حق نداره بهت گیر بده. صبح ساعت 6:40 باید بلنشی بریم کارات بکنی، 7:30 هم بریم مدرسه، 8 اونجا باشی. هر کی مسخرت که پشت در میام، نمیذارم کسی چیزی بهت بگه. سن 16-15 سالگی میذاشتم موتور سوار شی، میذاشتم موتور سوار بشی، ماشین بهت میدادم، ولی به شرطی که رعایت کنی، گاز ندی، کارای شخمتی که انجام ندی و خلاصه همین. نمیذاشتم مدیر معاون چیزی بهت بگه. درستم هر وقت خواستی بنویس، ولی بنویس که نمره خوب بیاری، کارنامت اگه خراب کردی چیزی بهت نمیگم. آره دیگه. به نظر تو اگه بابای خوبی میشدم لایک این ویدیو رو بکوبید.